بله منظور فهمیدم. بست برادر جون یک کم تا لحظه بخشی کلون از اینترنت کافه را میبندن. من هم میبرم میشه بعد از نماز میام توفیق باشه صحبت میکنیم. برادر جون شما هم تخم میفورتونه هم مرغ میفورتونه. در یک لحظه ما شما را نفهمیدم. یک دولتی که از عمر جوانش سینین نگذشته، سالها نگذشته است، یک دولتی که زواد سلاح نداره، یک دولتی که اکثریت جنگندهاش از بیرون میآیند، به تمام مشقت و صعوبات میآیند، یک دولتی که تمام عالم کفر، بلاد پیشرفته ترین از نگاه دنیاوی دشمنی میکنن، عداوت میکنن با این دولت. با شما سراغ دارین که با همه دولت در یک لحظه با همه این دولت ها قریب جنگه، در یک لحظه تمام شما را برای آزاد بکنه. و تو در خونت میشینی ما را پریکاز دادستی، تو وظیفت که انجام میدی. تو میگی چی با اسرائیل؟ آوازی با اسرائیل با پریدی تاجیکستان اومدی، با اعتراف کردی که در تاجیکستان هم یهودی هست. بله اعتراف صحیح. الحمدلله بعد از یک چند دقیقه چیز فهمیدی که در تاجیکستان هم یهودی بده است، کافر مرتد بده است. چون که در اول صحبتت اسرائیل را گفتی، اوزی گفتی تاجیکستان. برادر جون الله جزای خیرت یا پیش از جزای خیر هدایتت کنه، توفیق فهمت یا برادر جون. آخه در یک لحظه، در یک آن واحد نمیشه که تمامی عالم قطعی بجنگی. میده میشه انشاءالله. فقط همی که ما مکلف به نصر نیستیم، ما موظف به نصر نیستیم. پیروزی و فتح این وظیفه ما نیست. وظیفه ما یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. این همیه وظیفه ما. و ما نصر الا من عند الله، و ما نصر الا نصر فقط از جانب الله عزیز و حکیمه. نصر از جانب الله. الله نصر از جانب خودش وعده کرده است. ما را مأمور فقاتل اولیاء الشیطان گفته است. قتال وظیفه ما. نصر فردا می آید، پس فردا می آید، یا که بعد از عصرها می آید. ما انجام وظیفه میکنیم. ما کشته میشیم، پیش ما کشته شدن، بعد ما کشته میشوند. المهم انجام وظیفه داریم. الله قبول بکنه. از الله صبر و ثبات تا دم ممات میطلبیم. وقتی میگی چی به شما ایخه، چی به شما ایخه، چی به ما را شما میگی، چی به ما را ما نمیگی. با تکرار کنیم که میفهمی. چی به ما را شما گفته خطاب میکنی، چی به ما را ما گفته خطاب نمیکنی. چی به نمیگی که بیا ما همی تاجیکستان. آخه تو در تاجیکستان هستی، چیکار میکنی؟ پیازات سودا نکردن مونده است، یا باری نوردی مگزینه ده، یا که میترسی تا بود، میترسی میکشن تا. اذا جاء اجلكم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر وقت اجل شما در برسه میگه الله یک ساعت عقب یک ساعت پیش کرده نمیشه. و جهادم عمر انسان نه کوتاه میکنه نه دراز میکنه. جهاد عمر انسان کوتاه نمیکنه، به جهادی عمر انسان هم دراز نمیکنه. میفهمی امیره برادر جون؟ تو خود در چی کار مشغولی؟ چی وظیفه را انجام دادستی؟ مگر این وظیفه تک و تک اهل توحید نیست؟ یا فقط همین وظیفه همیه که هجرت کردگی اومدگین در همیجا همیه؟ هم خوارج مون میگین، هم آدمی امریکا میگین، با تنمون میکنین که چی با اسرائیل فتح نمیکنین، تنمون میکنین چی با تاجیکستان در فتح نمیکنین، تنمون میکنین چی با امریکا قطعی نمیزنین. شما یک بار مجالس کنفرانس تحالف دنیای کفر را ببینین، بعد ببینین دولت اسلامی را، اونا چند نفرن، چند گروهن. باذن الله تعالی هر یک پرچمی که زیاد میشه هم قدر ایمان ما قوی میشه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما انا من اهل جماعت، انا من جماعت، انا من عقیده را داریم. برادر جون ان شاء الله که
وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم که 80 تا پرچم می آید، زیر 80 پرچم هر یک زیر هر یک 80 پرچم 12,000 لشکر می آید، جمع 960,000 می آیند. با میگم 80 تا پرچم قطعی می آیند، اینا زیر هر پرچم 12,000 می آیند، جمع 960,000 می آیند. هر یک پرچمی که زیاد می شود، هر یک مجلسی که در اینا زیاد میکنن در همون جا، در همون بلادشون، شهرهاشون، همون قدر ایمان ما قوی می شود. الله در قرآن گفته است الذين قال لهم الناس، مجاهدین را مردم میگن که ان الناس قد جمعوا لكم، مردم علی شما تجمع کردن، گیرد هم جمع اومدن، فخشوهم، بترسین اینا که اینا شما را سمالیات قطعی میکفونن، طلقه قطعی میکفونن، فزادهم ایمانا. سبحان الله. بعد ای که میفهمن که مردم زیر اینا جمع شدگن، ایمان هاشون زیاد میشه و چی میگن؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. الله ما را بسنده. برادر جون فکر میکنی که لا اله الا الله خیر انشاءالله کو باید بار دیگه بنی میراست شد خوب کن، با پگه سهر بنی میراست بخی، هم معاوضتین در کند بخون، کانالای کفری را تماشا نکن انشاءالله. بزن الله تعالی حقیقت را میفهمی. بیا همه راهنما به سوی دولت اسلامی را پیگیری بکن. صادر سوال هایی که به درد مردم میخوردگی باشه بته، بزن الله تعالی حقیقت را میفهمی. برای حقیقت را فهمیدن، حقیقت را دنباله کردن در کار. برای حقیقت را فهمیدن، حقیقت را سنگ زدن در کار نیست. حقیقت را سنگ زدی، اهل حق را سنگ زدی و مجال نداده که اهل حق تو را حرف بزنه، کجا تو به حق برسی و کجا تو حق را بفهمی و تو کجا اهل حق بشوی. برای حقیقت را فهمیدن ضدیتی با حقیقت کردن نیست. برای حقیقت را فهمیدن، حقیقت را دنباله کردن در کار. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در فهم حق تلاش بکن، الله راه را میکشه، میفهمی حق را و به حق میرسی. و ان الله لمع المحسنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.